سلام، من مژگانم. منم ماهانم. به سیاره بزرگ خوش اومدین. امروز اومدیم با یه چالش جذاب. گفتی چیه؟ اومدیم پیست دوچرخه سواری. این پیست دوچرخه سواری میگن طولانی ترین پیست دوچرخه سواری تهرانه که 4 تا پارک رو به هم وصل میکنه. ولی با چالش‌های که واقعا طولانیه یا نه. چالش هم داریم. چالش هم داریم. بریم. چند راه بره. برو. 1 تا 8. 1 تا 8. خب 6. اول ما یه دقیقه دوربین رو برگردون بچه‌ها. بذار یه دقیقه من سربالایی رو ببینن. چه سربالایی رو می‌بینین یا فقط ما داریم می‌بینیم؟ آقا همین الان میریم. بریم ادامه بریم ضرور مثلا. آقا من اونو نمیتونم بیام. باید بیا. من پیاده میشم دوچرخه رو دست میگیرم. نه بیا نمک. دندتو بذار رو پایین طرف 5 بذاریم رو 4. خوبه. کم کمک پارو بزن بیا. پارو بزن. 4 نداشت 4 نقطه بود. نقطه‌ای دیگه بیا. تو میگی اول ضرور مثلا یا من میگم؟ من ازت میپرسم تو جواب بده. خب بگو. یه دونه من تو میپرسم یه دونه تو من. خب بگو دیگه. نه 5 تا اول من ازت میپرسم بعد تو بپرسم. باشه. دیگ به دیگ میگه خشتکت سیاه. خشتکت سیاه قشنگه. نه مستط 18. کوزا دور بگیره. ترمز نگیر میره بالا. ترمز نگیر میاد بالا. میاد راحت میکنه. خب موش تو سوراخ نمیرفت. کاش میرفت اینجا سرباله. این شطوریه که میخوابه. خب این همونه. قبول نی؟ نه. چی دیگه بگو. اما بگی ادامهش بگو. این شطوریه که بچه اینجا نمیشه دوچرخه سواری کرد. موجه سوکو یاد گرفت. آقا اینجا یه 4-5 قدم پیاده میریم بالا. خیلی سربالایی شدیده. من ضرب المثل بگو. گفتی شطوریه؟ این شطوریه که لاغره. نه لاغره نمیشه مثلا. نه دیگه هرچی به ذهنت رسیده سر لاغره. چند تا پرسیدم شد. بگو. جوجه رو میرم. نه میرم نمیشه. جوجه رو میخورم. گر صبر کنی گل میشی. نه خدا شد ضرب المثل ما تو نگفتی. تو بپرس. آقا هرچی به ذهنم رسید میگم. مرغی که انجیر میخوره گیاهخواره. چرا هرچی چی بگم. بچه اینجا خیلی سربالایی شدید. نکن من الان اونقدر راه اومدیم پیاده دارم میام. بیا تازه بپرس. یادم پرسیدی آشپز که 2 تا شوند غذا. نه آها نه اش کردین. نه آشپز که 2 تا شد. آشپز که 2 تا میشاشه. قابلا من بیشتر قابلا میشه. خب پول علفه خوشمزه ایه. 3 تا مثلا یادم رفته. میشه هر کی که طاووس خواهد خوش آمد. چرا ربطی داشت؟ خوش آمد قشنگ. خوش آمد. 4 تا. یکی دیگه در اون مثل چی بگم. نه 2 تا پیستا. انقدر پیستا زیاده بچه من حتی اینجا هم افتاده. بیا تو کات نیستم. بیا هستی دیگه. تکاب تو هستی دیگه. سربالایی سی آخری رو بپرس. همون چنین چالشی پرس. بپرس. یه نفس بگیری. یادم نمیاد ضرور سر بذار نفسم بالا نمیاد. آفتابه که بالا برود آب قورباغه است. قورباغه که بالا رود به پنت هاوس میرسم. خوبه. قبول آقا. چالش بعدی هم میخوای شروع کنیم؟ نه تو رو جدد برو اونجا 3 ثانیه باش. تازه اونجا یه سربالایی دیگه هم هست. من دیگه نتیجه چالش نمیگیرم. دختر مختر ریختن اینجاست. ما یکم برامون راه برو با اون کفشا. خوشگلم. سلام من با کفش اومدم. نه من میتونم راحت کفش من نکنید.
بده من. انقدر بزرگه ها. دو آقا. تلفن توش جا میشه. الان 2 دقیقه مدت 2 دقیقه تایم میگیره. برو. نه دیگه بشینیم با هم دیگه میگیم. با هم میریم. ولی تو یه ذره برو ببینم چجوری میخوای با اون کفشا رو بیا. بدی. من چجوری بیام؟ اومدم در خونتون نبودی. خب بچه‌م رد داده خود رو شدم. بچه نبودین یه جوری ما نگاه میکردن که این وسط نشستیم در حال عوض کردن کفشامون و منو ندیدی از اون بالا تا پایین جیغ میزدم داشتم میومدم. آه خدا. این فیلم نگرفت ازم. نگرفتم حواسم نبود. بد شد. دیگه هیچی دیگه نشستیم کفشامون عوض کردن. هر کی رد میشد ما حالا هم یادت با بگو. تعجب نگاه میکرد. یادت از بگو. اونجایی که اینجا نشستیم و راحتیم عدد بعدی عدد من هشت اون موقع تا. 6 رو گفتم. شیشو گفتی. دفعه 7 رو میگم. یو اول همین الان نمیتونم دوچرخه رو کنترل کنم. ترمز اون برم بگیر سعی کنی. این برا تو گفتی این برا. اون برا طرف چپت. رو چپتو بگیر. عقبه درست. من باید بگم. بچه‌ها بریم. آروم بیا. ما هم مطمئنی میتونیم اینجا هم فیلم بگیریم هم چه به سرا آییم. آقا بیا. بیا شل کن بیا. شل کن لذت ببر. شل کن لذت. چه بی تربیت. شل یا من شیرمو میسرایم. یا مسرایا. ای که به درد بی درمان مانگه آنکم مرا میخوردم و مستم ای کاش نمیشکستم. بگو تو. مطمئنه خود سرا آیدی؟ بله. با دست خالی اما پای شکسته نزودی. بچه نماینده دندتو باید سنگین کنی ها. دندم چجوری سنگین میشه؟ ما بیا. عمرن یه تیکه رو بیام. بگم بیا. من وایستادیدم. بیا اینجا چقدر خنکه. خاطر اینکه لب آبیمو میگه میرم از جوانی دلم پیر میشود چو بلبل صحرا دلم اسیر سیر میشود. میشود. به به تو نوبت توه. یه چیز بگو. سیر سه سه. سیر گفتم بعد گفتم سه. سیر و خیار و کاهو به به. عجب غذایی. احساس میکنم مخاطبم کودکان 3 ساله برای کانگورو تو عکس‌ها دیدم تو رو یه دونه بچه داشتی. عدد انتخاب کنی تو رو جد تو رو خدایی که میپرستی عدد درست حسابی انتخاب کن. 1. چجوری تو تایتانیکو اجرا کنم؟ بالا میریم every تو میشی نه جک. جانم بخون جانم. تو میشی جک چرا میشم زنه دیگه. نمیتونی که برعکس خیلی هم بهت میاد. آره دیگه میگم مخصوصا با این سیبیلات. مادری آی بهش قول بدی که این آهنگم بخونی. میخونم. بریم با Every night in Madrid, I see you, I feel you. Every in Madrid, I see you, I hear you. La la la. بس کن چالش موفقیت آمیز. اوکیه. چالش بچه‌ها. اگه خوشتون اومد از این چالش نیستید بچه‌ها چجوری خوششون بیاد از این چالش حداقل نه تو کامنت دارم میگم. باشه تو کامنت تو دارم میگم. دوربین باش. تو نیستی من هستم. آقا بچه خدای جک خوبی بودم نه؟ خیلی افتضاح بودی. به تو روز خوبی بودی. آره، کاش من عاشق دامن روز تنت می‌کردی. میکن اگه این ویدیو به 5 تا لایک برسه همینجا میام لباس زنانه بپوشیم اینجا برای نه اینجا جک قشنگ‌تر. میرم تو شلوغی. این شلوغی نه یه جای خوشگل پیدا می‌کنیم میشیم جک و روز. رو 5 کا بخوره. برو. بیا. ما بریم بهش برسیم. میگم کجا رفتی با تو؟
محمد مژگان بیا دیگه خودتو برسون. اشخبری رو نمی‌کنم. مژگان اینجا پیچ شدیده بگم. آها زده با دست همشه دوچرخه. نمیتونی خم کنی بیا. باز بده بیا پدال بزن بیا. این تیکه نمیتونم چه اسکیه؟ الان اسکی آره دوچرخه. گفتم پیش اسکی از اینجاست. آقا بریم. گفتم آره. با خودمون شعر بسراییم. بوسورایی بوسورایی. من مثلا یه شعر میسراییم. چی ما بگیم؟ بسراییم. بسورایی مطمئنی بسراییمه؟ بسورایی. گفتیم چالش مسخره به پایان برسیم. یا علی جک روز دستم بگی. جک برعکس شده جام. یا علی اینجا چی سر شیوی اشتباه کردیم اومدیم چی بشه بریم اینجا باید صبح بخوریم بریم خیابون. صبح بخوریم خیابون. شده تو چرخه رو با هم میبره. امروز حمله هوایی شده و تسلیت میگم به اون کسایی که گزارش هواشناسی هم بده. مردم عادی با هم باید بریم 5 حادثه دقیقه کشته میتونیم شده خودمونو برسونیم. تسلیت میگم بهش. بچه‌ها ما دیگه چالش رو به اتمام رسوندیم دیگه نگرفتیم دوچرخه‌ها رو دادیم. نه دیگه خوب چالش رو رفتیم دیگه 2 ساعت تمام رفتیم این مسیر رو. اصلا توصیه نمی‌کنم. همین الان فکر کردیم چالش آسونیه ولی فهمیدیم چالش به شدت سختیه. همین الان که داریم ویدیو میگیریم زدن صدا موشک اومد گفت زار. با سرعت جت برگردیم خونه تا ما رو نزدن اینجا که ما رو نمیزن فکر نکنیم 1% بر میریم الان فرار البته میکنه. این ویدیو رو ما نمیدونیم کی منتشر کنیم. ممکنه که اوضاع به هم بخوره و ما این ویدیو رو حالا منتشر نکنیم. ولی گفتیم تو ویدیو بذار بگیم امروز چندمه؟ روزی که داریم فیلم برداری می‌کنیم روز عید قدیره، شنبه است. نه امروز جمعه است. فردا روز عید قدیره. امروز 23 آره و الان 23/34. آره. خب بچه‌ها دیگه ما تمومه کار نداریم. ما تازه اومده بودیم یوتیوبرای خوبی بشیم. اسرائیل نمیذاره. بریم. خداحافظ. بای بای.